تطبیق این نوع پروژه در بخش‌های مختلف صحی در یک سال گذشته در ولایت غزنی گام مهمی که در راستای بهبود خدمات صحی برای باشندگان این ولایت عنوان می شود. عزت الله سعیدی سخنگوی والی غزنی می افزاید که در ضمن تطبیق این پروژه ها بیش از 14163 عملیات گوناگون توسط مراکز صحی این ولایت انجام شده و بیش از 3,049,681 مریض در بخش‌های مختلف در سال 1404 تحت تداوی قرار گرفتند. به گفته وی این خدمات نقش چشمگیری در کاهش مشکلات صحی و دسترسی بهتر مردم به خدمات صحی داشته است. ریاست صحت عامه در یک سال گذشته به تعداد 9825 عملیات بزرگ انجام داده است. ریاست صحت عامه به تعداد 2438 عملیات ولادت در مراکز صحی ولایت انجام شده است. ریاست صحت عامه به تعداد بیش از 3,250,000 مریضان سراپا را در یک سال تداوی نموده است. در سطح ولایت غزنی به تعداد 49,431 ولادت نرمال تنها در مراکز صحی انجام شده است. آقای سعیدی از ایجاد یک شفاخانه 20 بستر ویژه تداوی معتادان زن در این ولایت نیز خبر می‌دهد، اقدامی که به باور وی می‌تواند در کاهش میزان اعتیاد در میان زنان و بازگشت آنان به زندگی عادی مؤثر واقع شود. یک شفاخانه 20 بستر برای زنان معتاد فعال گردیده که انشاءالله نقش مهم در تداوی مریضان معتاد، مریضان به اعتیاد زن خواهد داشت. و همچنان بخش همودیالیز با کیفیت معیاری در شفاخانه حوزوی فعال گردیده که دیگر نیاز نیست مریضان ولایت غزنی در کابل و یا قندهار و یا حتی خارج از کشور به خاطر دیالیز سفر بکنند. باشندگان غزنی با استقبال از این اقدامات از بهبود خدمات صحی ابراز خرسندی کرده و تاکید می‌کنند که هنوز هم نیاز جدی به گسترش بیشتر مراکز صحی و افزایش خدمات درمانی در مناطق مختلف این ولایت وجود دارد. تر پخوا پرتله اوس کلینیکونه او شفاخانې هم زیاتې شوي دي او مسلکي ډاکټران هم شتون پکې لري، خو بعض بیا هم له اسلامي امارت چې غواړي چې لرې پرتو سیمو ته توجه وکړي او هلته کلینیکونه جوړ کړي تر څو د خلکو ته د روغتیایي اسانتیاوې او چوپړونه برابر شي. کوشش شود که دولت تا قسمت اعمار کلینیک ها تا قسمت های ولسوالی یکم ذره کوشا باشن، چون مردم در ولسوالی کسان خیلی مشکلات زیادتر هستند. در شهر مردم میتونن که اقلا از طریق بودجه شخصی خود در شفاخانه شخصی یک کار را انجام بدن، اما در قسمت هایی که در ولسوالی ها هستند خیلی مردم در مشکلات هستند. در قسمت ولسوالی در قسمت شفاخانه دولتی یکم ذره توجه صورت بگیره، پرسنل از طریق دوای چیزا خیلی خوب میشه برای مردم. شایان ذکر است که دسترسی به خدمات صحی معیاری در بسیاری از مناطق ولایت غزنی همواره یکی از خواسته‌های اساسی باشندگان این ولایت بوده است. مردم به ویژه در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست از کمبود مراکز صحی، نبود امکانات کافی و فاصله طولانی تا شفاخانه‌ها شاکی‌اند و خواهان توجه مسئولان به این بخش میباشند.